من استقامت کننده همین شهری خوجند بحریدینوف احمدخان محمدویش سابق اعضای حزب اکستریمیستی تروریستی نهضت اسلام حزب نهضت اسلام یعنی از نام اسلام گپ میزد و با همین راه حزب نهضت اسلام میخواست که اعضایان خود را اضافه کند زیاده کند و میخواست که همین نفوذش بین مردم بالا برد چونکه در همین دوره یعنی 2010 انتخابات پارلمانی بود و هم میخواستند که با همین بین مردم نفوذ پیدا کنند و همون صاحب آواز زیاد و صاحب کرسی و صاحب همون مقصد و نیت های خودشون برای رسیدن از همین دین مبین اسلام استفاده می‌بردند و آن مبلغ‌هایی که وارد میشد به همین راه سفربر می‌کردند. در همون وقت که یعقوبوف داداجان که مسئول یکی از مسئولا بودند همون مبلغ یعنی با فرزندشون هم همچون یعقوبوف الهام با منفعت‌های شخصی و همچنان تجارت داشتن منفعت‌های شخصی اویلوی هم استفاده می‌بردند چون من اول آگاه نبودم بعداً وقتی که سال 2010 آخران وقتی که با نزدیکتر شناس شدم همین چیز را من مشاهده کردم که یعنی همون مبلغ البته برای ما که معلوم نبود از کجا میگرفتن همین از خارج یا از کجایی که از اعضاهایی که یا از کسایی که مثلا جمع میکردن یا پولایی که جمع میشد همون برای منفعت‌های شخصیشان استفاده می‌بردن و حاضر که اکنون آن مسئولای آن نماینده هایی که از این حزب تروریستی نهضت اسلام در خارج هستند البته با دستگیری دستای خارجی و کمک های همین پولی مالی که می شود و پولی مالی که شده بود با همین در همون خارج حیات به سر برده با فعالیت کرده ایستاده است یعنی که هرچی که میگویند هرچی که من تفریقه و اغوایی که میانزند این البته همتونی